عرض کنم حضورتون که بنده سالها بود که در رادیو بودم، گلها نبود. بعد آقای پیرنیا یک مجله‌ای رو که مال یکی از دوستان ما، قمشای ما بود که در بانک ملی بود، عرض کنم حضورتون که تألیفات داشت به نام جاویدان و رنگارنگ، مجله بود. اون رو ابداع کردن آوردن توی رادیو. مال آقای سلیمی بود که رئیس کتابخانه بانک ملی بود. ایشون آمدن اقتباس کردن و آوردن این رو. خیلی هم قشنگ، به فکر خوبی هم بود. گل‌های رنگارنگ، گل‌های جاویدان. روز اول که شروع کردن ایشون آمدن اونجا، به من گفتن که فلان که با من همکاری میکنی؟ گفتم خب بله، خیلی هم دوست دارم. چون وضع گفت چه جوری کار میخوام بکنم. بعد هم من تنها بودم مدتی، تک تنها، تا اینکه گفتم آقا این یه خواننده مردم لازم است که آقای قوامی خواننده خیلی خوبی است، بلد کار کرده است، همسن ماست یا شاید هم از من یکی دو سالم بزرگتر باشن. بعد زن نداشتن، خانم مرضیه رو آوردن. بعد از خانم مرضیه دیگه یواش یواش خانم الها آمدن و یه دیگه آمدن و این برنامه گلها شد گلها، و تا حالا که ملاحظه می‌فرمایید که اداره می‌شود. شما می‌دونید که ما چند تا برنامه گلها داریم در رادیو؟ 571. 571 کاملا درسته. بله. شما فکر کنید چند تاشو اجرا کرده باشین؟ من حداقل 30 تا 35 تاش اجرا کردم. بعضی‌هاش هم محو کردن اصلا. یعنی پاک شده نوار. پاک شده باره. آقای بنان، هم دوران شما کی بودن در اون دوره که آواز می‌خوندن؟ آواز آقای ادیب خونساری، عرض کنم آقای قوامی فقط. بعد اواخر آقای شهیدی آمدن. اواخر آقای شهیدی آمدن دیگه. همین آقایونی که ملازم فرمودن الان میخونن هم تازه آمدن. آقای بنان، از خانوم ها اون موقع کیا در اوج شهرت بودن؟ قبل از شما اگر ممکنه اسم ببرید. در گلها؟ بله. یا در رادیو اصلا؟ در رادیو یعنی همزمان من که میگفتن خواننده درجه که مرد، خواننده درجه که زن، خانم دلکش بود. آقای بنان، خودتون در چه مکتبی تعلیم دیدید؟ من از اساتید قدیم خیلی من پیش اونها کار کردم. چندین معلمای گردنکلفت قدیمی بودن، پیش اونها کار کردم. پدرم هم خودش ذوق موسیقی داشت، صدای خوبی هم داشت، منتهاش مقام رابق دولتی داشت، هیچ وقت عرضه نمی‌کرد کارشو. تا بعد که آقای وزیری رو دیدم و پیش آقای وزیری و آقای خالقی طرز خوندن ارکسترایی که بزرگ باشه، ارکستر بزرگ چجوری باید خون، ارکستری که هارمونی داره مثلا، اونا رو یاد گرفتم و مدت‌ها در انجمن موسیقی ملی کنسرت می‌دادم، کنسرت‌های دولتی بدون که استفاده از پول کرده باشم، فقط به صرف تجلیل اساتید مثل دکتر شیمی، دکتر لقمان دوله، اینا. تا بهره ادامه دادم که بعدم که رادیو تلویزیون ادغام شد دیگه سن ما رو بالا پیر شدیم گوش می‌کنیم. خواهش می‌کنم. چند سالتون آقای بنان الان؟ بنده تقریبا این محرمانه سن بنده. خواهش می‌کنم. من بالا متولد 1290 هستم. یعنی میشه چقدر؟ 63 سال. ان شاء الله 60 سال دیگه هم عمر بکنی و خدا شاهد آقای بنان بدون اغراق صدای شما خاطره است برای مردم ایران. یعنی مثال می‌زدن بعضی وقتا این بنان میخونه در مایه آقای بنانه. دارم می‌خواد راجع به جواد معروفی هم چون ایشون بیمار هست. آقای جواد معروفی مسلماً یکی از استادهای و ارزنده مملکت ماست. جواد معروفی شاگرد آقای وزیری بود. اولا ایشون فرنگی هم خیلی کار می‌کردن. پیش استاد فرنگی داشت. اغراق نگم چندین پیانوی دولت خورد کرد تو خاکشی که تا شد جواد معروفی پیانو رو شکست. بس که با این تمرین میکرد. الان شاگردای خیلی خوبی داره، به خصوص همین آقای روحانی، روحانی بهترین شاگردای آقای جواد معروفی است. آهنگای خیلی خوبی آقای جواد معروفی داره، عرض کرد که من خوندم، خیلی از آهنگاش خوندم. تنظیمای قشنگی هم داره. تنظیمای خیلی قشنگی داره. شنیدم که خدا حالشون هم خوب، امیدوارم سلامتشون رو به دست بیارن دوباره شروع کنن فعالیتشون در گلها، چون در گلها به خصوص در رادیوشون یه وزنی هستن. آقای بنان، من میدونم که شما اولین برنامه گلها رو اجرا کردین، گلهای رنگ و رنگ. شعرش خاطرتون از کدوم؟ عرض کنم به حضورتون که بارها گفتم و بار دیگر میگویم که من گم شده این ره نه به خود میپویم. اینم چه خوندم. این آواز دیلمان رو در 1321 که من از خوزستان آمدم در یک جای برخوردم، در یکی از منزلی که از دوستان که الان فوت کرده، مرحوم نوری، خانم خان نوری و منزل ایشون بودم. آقای صبا آمدن اونجا دیدن ایشون، گفتن که راستی من در دیلمان یه جایی هست که قاسم آباد بهش میگن، ما بین رشت و مازندران، آهنگ ساختم اینجوری صدایی میخوام که ترموله داشته باشه، سریع ریز داشته باشه،
این که آبشار خواننده میخوند یک صداش دور میشه، صدای آب صداش دور میکنه، نزدیک میکنه، اونجور میخوام. و من به طور شوخی بده نوته ببینم، داده گفتم بخته بزن، زد خوندم، گوه من همین صدا میگردم. ساخته بود برای کس دیگه البته، که من این رو خوندم، صفحه پر کردم اولش. بعد پس از مدت‌ها که این صفحه پر شد، پس از مرحوم آقای صبا، پس از فوت ایشون، آقای جواد معروفی از دوستان قدیمی من هستن، همکار قدیمی من هستن، ایشون این رو تنظیمش کردن برای ارکستر. یعنی هست دیدیم که قبلا یه پیش مقدمی میزنن ها، بعد من اون دیلمان رو میکنم با کلارینت اصطلاح خودمون ایرانی، قرنه آقای سلیم فرزان، اینو خوندم و بعدم با ارکستر یک حرکتی تو ارکستر شروع کرد، تمامش کردیم. این رو من روی علاقه که صبا به این آهنگ خیلی داشت، در زحمت کشید بود برایش، رفت تو قاسم آباد چند شب مونده بود و یه خواننده محلی رو دیده بود براش خون، این تنظیم کرده، شعر فارسی و از سعدی گذاشتیم روشون، من خوندم. آقای بنان، میخوام خواهش کنم در مورد شروع کارتون مقداری صحبت کنین، هرچند که بارها این مطالب پخش شده از رادیو و همه میدونن که شما چند ساله میخونین و چطور شده که خواننده شدین، ولی هیچ اشکالی نداره برای بزرگداشت خواننده ای مثل شما، هرچی این مطالب بیشتر تکرار بشه باز کم هست. پس کنم من از بچگی در خانوادم ساز و موسیقی بود. ما همیشه من دارم یادم پیانو داشتیم، ارگ داشتیم. از کنم بزرگتون که خواهرای من ساز می‌زدن پیش آقای نیداود، مرزای نیداود. این بود که من از همون موقع ذوق پیدا کردم و شروع کردم به کار کردن از این استادای قدیمی. تیر می آوردم میرفتم محرمانه، اول یواشکی درس می‌خوندم از ترس پدرم اینا. بعد یواش همینطور یک معلمی دیگه پیدا می‌کردم، از اون یه چیزی می‌گرفتم، یا از قدما گوش می‌کردم، بعد می‌پرسیدم اینا اسمش چیه، تا بالاخره روی تصادفی برخوردیم به آقای کلنل وزیری و آقای خالقی. این بود که مدتی هم زحمت کشیدم در انجمن موسیقی ملی و هنرستان موسیقی ملی و تو ارکسترای کلنل تورس آقای خالقی اینا بودم. و بعد شهریوری 20، یعنی من یک سال دیرتر از دوستان دیگه هم آمدم، مثلا بعد ادیب یا مرحوم قمر اینا، چون در خوزستان بودم. بعد که آمدم یک سال دیرتر شد از اون آقایون دیگه، خانم دیگه. آمدم شروع کردم فعالیتمون در رادیو تا همین چند وقت پیش. خواهش میکنم چند نفر از خوانندگانی که در زمان شما شروع کردن و در اون موقع شهرتی داشتن اسم ببرید. از من که خب مسلم است که آقای ادیب خونساری خیلی خودم علاقه دارم به سبکشون، به آوازشون. خب قدیمی هستن، استاد هستن در کار خودشون. ولی در زمانی که من بعد از آقای خونساری یک سال عرض کردم در گرفتاری که در خوزستان داشتم، مأموریت داشتم، دیرتر رسیدم به رادیو. در زمان من دیگه کسانی که واقعا در اوج قدرت بودن و حالا هم هستن، آقای قوامیز، صدای خیلی نرم و تحریرهای خیلی نرم و صدای خیلی صاف و ایشون بودن دیگه. مرحوم زلی هم که یک مدت کوتاهی عمری نداشت، بیشتر زود شکفت و زود هم پرپر شد دیگه. بعد از اون خواننده که می آمد در رادیو کسی نبود که به اصطلاح زیاد روش بشه حساب کرد تو مردها اون موقع. البته ما میدونیم که آقای بنان شما یکی از متبحرترین و با قدرتترین خواننده هایی هستین که سالها در برنامه گلها هنرنمایی کردین و در این راه زحمت فراوان کشیدین و آهنگ ها و آوازهای زیادی در برنامه گلها از شما موجود هست و ضبط شده با صدای شما. در مورد گلها کمی صحبت میکنین که به چه نحو شروع شد و چگونه فعالیتتون رو ادامه دادین. از من بزرگ این که گلها رو مرحوم میز داود خان پیرنیا تشریف بودن به گلها، از من خواستن و هیچ کس نبود که همکاری کنی باشم. و واقعا ما بنده خودم میخوام بگم با شهادت یه عده آقایون که هستن، و آقای فرازی هست، بیژن فرازی هست، این دیگه نزدیک بودن با آقای پیرنیا. من یکی از بنیانگذاران همین گلها بودم. یعنی شب تا ساعت باور کنید 3
3:30 بعد از شب گاهی اونجا کار میکردیم که این گلها رو سر صورت بدیم. آقای قوامی بودن، تو مردا ما هم دوتا بودیم که تو گلها خیلی فعالیتشون تو مردا اون موقع. در مورد کلاس هایی که داشتین، شاگرد هایی که تعلیم دادین کمی صحبت میکنین؟ از کنم که کلاس هایی که مال مدرسه هنرستان عالی موسیقی بود که اون یه وضع دیگه داشت، کلاس رسمی بود مثل تمام مدارس. سر ساعتی میامدن، هر ساعتی زنگ می‌خورد، 4 وزیر میرفتن منزل. یه عده خانم بودن، آقا بودن که رفتن میکنن بیرون. و شاگردایی که توی مدرسه یعنی داریم اونا هستن، یه عدهشون آقای ابراهیمی هست که در هنرهای زیبا الان ستار و تار میزنن. ایشون صدای خیلی خوبی داشت، ول کرد کارشو، ول کرد و رفت قسمت ستار و تار کار دیگه کرد. و من با خانم الهه خیلی کار کردم. از کنم حضورتون یه خانم بود هما که الان نیست، چندی شاگردایی بودن که باشون کار کردم، متاسفانه بعضیشون رفتن دیگه، اصلا تو رادیو فعالیت نکردن دیگه. در مورد موسیقی ایرانی، در مورد آواز خوندن، در مورد کار جوانها، در مورد افرادی که الان در زمینه موسیقی کلاسیک ایرانی دارن فعالیت میکنن صحبتی داریم؟ بله، عرض کنم حضورتون که حتما ما با موسیقی ما زبان ماست، ادبیات ماست، این باید حفظش بکنن. البته با متدایی که با قاعده علمی مثل مال موسیقی فرهنگی کمی تطبیق بکنه، بتونیم بهترش بکنیم، از این حالت یک نواختی و از حالت حزن تا این حد درش بیاریم. ولی راه دیگه هم نیست، برای ما دیدیم و شنیدیم و خودتون حالت اطلاع دارید که اروپایی‌ها که اصیلا در موسیقی، نه اینا که مال کوچه بازارشون هستن، این عقیده دارن که ریشه موسیقیشون ریشه موسیقی ماست، از موسیقیشون از موسیقی ما سرچشمه گرفته. ولی اونها روش فعالیت کردن، کار کردن، ما کار نکردیم روش، همونطور نگرش داشتیم. امیدوارم حالا با بودن آقایونی مثل تجویدی و مرحوم خالقی دیگه نیست، آقایونی هستن و من بهشون علاقه دارم و ایمان دارم که ایشون موسیقی فرهنگی رو میدونن، موسیقی ایرانی رو میدونن، انشالله شاید از این حالت دیگه خود نیرومندی درش بیارن. ولی چاره دیگه نیست، ما موسیقیمون، ادبیات ما، زبان ما باید حفظش بکنیم. آقای بنان، شما فکر نمی کنم تا به حال کار بد ضبط کرده باشید، یعنی تمام کارهاتون شنیدنی و جالب هستند. حتما شما هم خودتون تمام کارهاتون رو دوست دارین، ولی به نظر خودتون بهترینش کدوم هست؟ نه، بهترینش که من قدیم قبل از که اصلا رادیو این سبک باشه تو کنسرت ها بودم، کنسرت در جمع موسیقی، خیلی آهنگای خیلی خوبی از آقای وزیری خوندم، استاد وزیری. ولی اخیراً این کارهایی که خیلی دوست داشتم که تو رادیو دیگه عرضه شد، اون وقت نبود تو رادیو، یعنی نوار سیمی داشتیم، نوار جدی نداشتیم، نوار کاوچویی. یکی اون گوسالیکی که مال آقای خالقی است خوندم، آمدی جانم به قربانت بری حالا چرا. یکی هم آهنگ از سگا مال آقای تجویدی، خیلی دوست دارم اونو، خودشونم خیلی دوست دارم. مرا عاشقی شیدا مست بی پروا تو کردی سگاست، خوب، خیلی دوست